امروز جمهوری اسلامی، نظام اسلامی مواجه با یک جنگ عظیمی است، لکن جنگ نرم. در تهاجم نظامی شما طرفتون رو میشناسید، دشمنتون رو میبینید، اما در تهاجم معنوی، تهاجم نرم، دشمن رو شما در مقابل چشمتون نمیبینید. هوشیاری لازمه. اولویت اون چیزی است که امروز به او میگویند جنگ نرم، یعنی جنگ به وسیله ابزارهای فرهنگی، به وسیله نفوذ، به وسیله دروغ، به وسیله شایعه پراکنی، با ابزارهای ارتباطی که 10 سال قبل و 15 سال قبل و 30 سال قبل نبود، امروز گسترش پیدا کرده. امروز جنگ نظامی با ما خیلی محتمل نیست، لکن جنگی که وجود دارد از جنگ نظامی اگر خطرش بیشتر نباشد کمتر نیست. در جنگ نظامی دشمن به سراغ سنگرهای مرزی ما میاد، مراکز مرزی ما رو سعی میکنه منهدم بکنه تا بتوانه نفوذ کنه در مرز. در جنگ روانی و اونچه که امروز به اون جنگ نرم گفته میشه در دنیا، دشمن به سراغ سنگرهای معنوی میاد که اونها رو منهدم کند، به سراغ ایمانها، معرفتها، عزمها، پایه‌ها و ارکان اساسی یک نظام، یک کشور، به سراغ اینها میاد که اینها رو منهدم بکنه. در یک چنین وضعیتی چه چیزی بیش از همه برای انسان مهم است؟ بصیرت، که بنده بارها بر روی این بصیرت تکیه میکنم. به خاطر همین بدانن مردم چه اتفاقی دارد میافتد، ببینن اون دستی را که دارد صحنه گردانی میکند، صحنه رو شلوغ میکند تا در خلال شلوغی های مردم یک عضو عنصر خائنی، یک عنصر دست نشانده‌ای، دست آموزی بیاد کاری رو که آنها میخواهند انجام بدهد و نشه او رو پیدا کرد توی مردم.